سلام درود به شما هموطنان گرامی، بینندگان عزیز، تماشابینان محترم و فعالان جامعه اینترنتی. آمدم که دوباره باز با شما باشم و در خدمت شما باشم. با امید خوشی و شادی های شما آغاز میکنیم برنامه سخنبگ را. میدانید که این شب روز چه حادثه شده است؟ میدانید؟ چی گپ شده است؟ دیروز در انبار رئیس موش مرده است. موشکی بیچاره نخواد. انا میگونه آغاز میشه صحبتی سر راهی، سر کوچه، در خیابان ها، مخصوصا اشخاص بلند مرتبه جامعه کمپیران. اما حالا باشد دیگر است. حالا میگن میدانی چی گپ شده است؟ نه چی گپ؟ خیلی کنی گپ زن با همون سرسفیده که امریکایی پیش همی اشکری که آمده استن. یافتی خودش دوگانه جان. انا باز همون جانی بیچاره برای پریگوار پیش همین سرگی آمده است. بیچاره که پول بلیتش هم صاف میشه، چند بار میره و میآید، هیچ به مراد نمیرسده. نه چخیر انا دینا آمده است این سرگی کرتاشکا و پمیدار و لولبوش داده است. نه نخواد. حالی گو همون پول بلیتش هم دیگه چی برآورده است. یعنی همون هر وقت همین کرتاشکا و لولب بردن گیرد همون پریگوار نکنندم میشود. یعنی همین گونه بود صحبت آغاز میشد. یا میگن که دیدی در از نکلاسنیک صورتی ابا مرا چقدر خوش رو ماندیان در برش کیه کی یه خیلی نگم شهر میدم. همین گونه آغاز میشد در صحبت سر کوچگی سر راهی که یعنی یک بار ایواز شد از یک موضوع های دیگر خیلی مهم جامعه به یک موضوع های سیاسی و خیلی بلند مرتبه گذشت. گپی کوچه یعنی صحبت سر راهی سر کوچه، یعنی سیاست و کوچه و خیابان ریخت. اونگونه که خب همه دیگر باوری هم نیست. مثلا من دیروز برادرم رو با تئاتر کمدی دعوت کردم. میگه که من بیزارم از کمدی و تئاتر رو دیگر میگه دارم میخونم چگونه خواهی نمیشه انسان بره باید در یک ماه یک مرتبه کنسرت این چیزایی شرکت کند و ببیند که چی گپ میشود. بعد گفت میخواد که بخندی و راحت بکنی، نوازهای سیاسی را بخوان، یعنی خبرهای سیاسی عالم را بخوان، از عالم سیاست تو بگم میخندی دیگر چقدر که میفهمید. شما گمان نکنید که مثلا من این گپا رو میگم شما میگید که بعدن که کار سیاست مداران و دیپلمات اون نیاد بنی بعد سری گپ سری کوچه برابر شد. نه این گونه نیست، نه، ولی این گونه است که خود اطلاعات است، خبر است. خب وقتی خبر خوندی و نخوندی یا ناراحت نشی یا سر درد نکنی چه معنی؟ به خاطر این باید این چیزا باشه. بخش دیگر دارم برنامه الهام هفته، یعنی که الهام از هفته، الهامی است که بسیار هم الهام میارد. مثلا الهام من میاد وقتی این الهام میشه از حادثه ها و رویدادهای و چیزایی که نوشته های شما میبینم الهام میاد. باشه باور میکنید من بعضا ناراحت هم میشم که بعضیا دشنامه و قبیه هم مینویسن ولی سخنهای زیبا هم که هست اونها رو انتخاب میکنم و میگم الهام از هفته، الهام هفته. البته بخش دیگر دارم برنامه خواجه نصرالدین که در برنامه بعدی شما خواهد شنوید. در نهایت کار مقامات به خلاصه آمد که آزمون عائله بهترین را بگذراند تا یک عائله بهترین را معرفی سازد. با صاحب کاتبه نداشتنش جراح طبیب، یعنی در وقت جراحی هم با تلفن گپ میزد که این عاقبت با فوجیه انجام، یعنی تلفن جراح در شکم بیمار ماند. یک چند سال پیش همین گونه در قزاقستان هم یک نفر ناتکدوش را در شکم بیمار مونده و یک طبیب. در جوانی بس که هجرت کردیم عاقبت باز آمدیم و سرسام گشتیم و زار ماندیم بر کشور خود. آدمان از دوستی یابند بخت گستربیتری و بعضی ها آرد بخت. از جمله به من نوشته است مردی نمیز آلمانی جرمانی. حقیقت را باید گفت تا دروغ را به ارخیو گذاریم. در وجود زن من همه الیمنت های خیمیوی دیده می شود، گفت معلمی خیمیا. با امر تقدیر یک باره 3 نفر در محبسخانه جان دادند. آمده است در بیانیه شعبه کارهای داخلی لیبیا. در این دنیا مست باید گشت که تا هوشیارت نام مبرند، گفت شاعر. بخش دیگر داریم با نام لطیفه، یعنی لطیفه های جالب، یعنی که
غیر قابل قبول یا اینکه بسیار هم تند یا اینکه لطیفه های بسیار هم زیبا خنده‌آور و شنیدنی. بشنوید بخش لطیفه. برای زنم کارتوشکا گیرم یا پیاز؟ پرسید من. خیلی دوستم هر دویش هم ضروری گرفتن گیر؟ نه دوستم نفهمیدی، برای تحفه در زادروزش. عزیزم از تو چه انتظار شوم در روز زادروزم؟ پرسید زنش. کم انتظار میشدی زنک جان؟ آخر نازکش نباشه که ناز هدیت کنم. به ملاقات رئیس آماده اید؟ بله خودمون آماده، ولی دسترخوان آماده نیست. پیش خدمت. پمیداری زرد بیارم یا لبلبوی سیاه جناب؟ جناب با من چای ارنجی بیارید. بینندگان گرامی، هموطنان بسیار هم عزیز، دوستداران شاد و بسیار هم مخلصانی همیشگی برنامه ما، چون این بار باز فرصت رسید که با شما خیر خوش کنم، یعنی خداحافظی بکنم، یعنی تا برنامه آینده، تا دیدار نوبتی شاد و پیروز بمانید. با شما بودم من تا این دقیقه ها سخن بگ. خیلی پس کنم وابسته با شما دوست عزیز. اگر روی میشد کجا پس میدید؟ که بود روی چوشن میشد؟ نه هر روز چوشن نشد؟ لباس هم آیا که گیرم اکن برمی